ببینین اهل سنت و الجماعت از خود یک تعریف دارد. آنانی که به قرآن، سنت، اجماع و قیاس عمل میکند و دوستدار صحابه اند، اینمی اهل سنت است. عقیده دارند به مش نکاتی که در اونجا است. بعد اختلاف فقهی این ما را متفرق نمی کند. اختلاف فقهی ما را متفرق نمی کند. روی اساس یک سوال است بسیار بزرگ و عظیم، ولی همه براتون عرض میکنم هر قدر که من خلاصه بکنم همیسته که بعضی چیزا سبب تفرق در بین امت می شود، از جملهش همین کلمه. و این هم دلیل بر دو چیز است. یکی کسایی که خود را سلفی می داند و از مذهب پیروی نمی کند و به نام غیر مقلد و هر چی که تعبیر میکنه خود یاد میکند. بعضی چیزا دارن که ما اشتباه میکنیم و بعضی چیزا دارن که اونها اشتباه میکنن. بنابراین مشکل اصلی از اینجا پیدا شده که در هر دو طرف جنگ یا غالمغال جاهلا پیش میبرد، نه علما. علمای هر دو طرف چیزی نمیگن و کسایی که همین غالمغال دامن هم میزنن ببینیم باز عالم نیست. کسی که عالم بوده باشد اتحاد را دوست دارد، اتفاق را دوست دارد، وحدت صف دوست دارد، اولویت بندی میکند، آنچه که مهم است اول آدم به او میپردازد، نه چیزایی که خرطرک انسان تشبیه بکند. بنابراین من مشکلات را میبینم و درک میکنم. یکی از مشکلات همی است که یک نفر بگه امام ابو حنیفه حدیث نمیفهمید، یا یک نفر بگه که امام ابو حنیفه مولا بود من مولا هستم. این کلش دلیل بر ضعف علمی و ضعف ادب است. الله ادبم نصیب بکنه و علمم نصیب بکنه، ولی دلیل بر این نمیشه که ما بیادبی بکنه. اگر اونا بیادبی کرد ما بیادبی بکنیم، ما حوصله باید داشته باشیم. الله هدایت کنه. تشکر از کلتان.